بس خیلی جان سلام. تا الان تو دلی خیلی خوبی بودی. مطمئنم برای زایمان هم منو همراهی میکنی و زود میای بغلم. خیلی خیلی زیاد دوست دارم که روی ماه تو ببینم. امروز 27 مرداد ماه 1401. دکتر برای 20 شهریور حدوداً یک ماه دیگه نوبت زده و ممکنه که یک هفته زودتر یا دیرتر به دنیا بیای. اتاق و وسایل تو چیدیم. خیلی دوست دارم که از نظر اخلاقی نظم و آن تایم بودن به من بری و از نظر هوش و ذکاوت حامی و مراقب بودن به بابات. مرد خوبیه، حس میکنم پدر خوبی هم میشه. امیدوارم بتونم که شرایط دوستی و رفاقت بین شما رو فراهم کنم. امیدوارم خیلی زود متوجه شی که بهترین دوستای تو من و پدرت هستیم، زیرا بدون چون و چرا برایت جان میدهیم. امیدوارم تفکرات نسل ما و تو نقطه مشترکی داشته باشد تا بتوانیم حرف بزنیم. حرف زدن یک مسئله است. درست حرف زدن مسئله مهمتری است. امیدوارم درک کردن و درست حرف زدن با هم را بلد باشی. امیدوارم استقلال داشته باشی. انسان مستقلی باشی، اما وابستگی به خانواده چیز بدی نیست. تلاش میکنم بتوانم مادر آگاهی برایت باشم. صبح 27 مرداد ماه 1401 ساعت 9 صبح.